ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 13-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ализода Абдурашид Хуҷамқул, қисми 8. یورینیف از سر استاری کاری کاغذی را گرفت و گفت: از بس که در سیزد یکمی فرقه کمونیستی بخارا مخصوصاً از طرف قلیچزاده با عنوان رفیق کویبیشف ایرادی ناچیزی گرفته شده بود، ولیریان ولادیمیرویچ به کمیته مرکزی ارکپی چنین ایضاحات را نوشته داد: بیوروی کمینترن برای سبب‌های زیرین لازم شمارید که هیئت کمیته مرکزی پارتیای کمونیستی بخارا عوض کرده شود. یکم، عهده‌نا برای آن هیئت کمیته مرکزی و اجرا کردن نتوانستن آن وظیفه‌هایی را که انقلاب به پیش گذاشته بود. ضمناً قید کردن لازم است که این وضعیت را خودی کمیته مرکزی پارتیای کمونیستی بخارا در قرار عاید به استعفای خود قبول نموده است. دوم، در کمیته مرکزی ماهیت ریولوسیای بخارا، ریولوسیایی را که در مملکت پاتریارخالی فئودالی، در مملکتی که پرولتاریات شهری وجود نداشت، به عمل آمده است، درست نمی دانستند. رفیق یورینیف مکتوب مفصلی کویبیشف را که همین طور سر می شد و در آن عقیده های خود را نسبت به ریولوسیای بخارا شرح داده بود خوانده داد و علاوه نمود: کمیته مرکزی ارکپی نیز همین عقیده ها را دارد. بنابراین رفیق ترسونخواجه‌ایف، ما سیاست و نظامی را که حالا شما و گروه فیض الله خواجه‌ایف در اداره کردن دولت داشته اید تقویه می کنیم. رفیق لینین با وجود کارهای بسیاری داخلی و خارجی که در روسیه دارد نسبت به بخارا و خیوه حسن توجه دارد. وی به ما سپارش داد که به قدر امکان به شما یاری رسانیم. تشکر می کنم، گفت ترسونخواجه‌ایف. جمهوریت بخارا با یاری بیواسطه روسیه شورایی با مددگاری بیواسطه ولادیمیر ایلیچ لینین تشکیل شد. اگر دستی مددگاری خلق روس نمی شد، همه ما نابود شده می رفتیم. خلق بخارا این را فراموش نمی کند. حالا هم ما بیاری و مددگاری خلق روس قامت خود را راست کرده نمی توانیم. نظر به شنیدم، گفت یورینیف، در بخارا کراسین، قند، گزوار بر این چیزها نمی رسیده است. رفیق لینین سپارش داد در همین روزهای نزدیک این مشکل باید آسان شود. منت داریم، گفت حیدرقل، لیکن اگر امکانیت باشد برای دسته های نو تشکیل شده عسکران سرخ بخارا یراق و اسلحه و معلم و راهبران حربی می فرستادید. مهنتکشان بخارا برای تارمار کردن باسمچیان سخت میان بستند. اگر آنها را نقص آموخته به یاری عسکران سرخی که در بخارای شرقی هستند فرستیم، غلبه نزدیکتر می شود. بله، گفت ترسونخواجه‌ایف، این معما حتی از کراسین و قند هم مهمتر است. باسمچی را نیست نکرده خواجگی خلق را بالا برداشته نمی توانیم. درست است، گفت یورینیف. من در این باره به مسکو معلوم می کنم. در همین قریبی به تاشکند بعضی از فرماندهان عسکران سرخ می آیند. بی شبهه آنها در این باب به شما یاری رسانیده می توانند. واقعاً از اسد مخصوم چی خبر؟
اسد مخصوم گفت ترسون خواجیف در کوههای بایسون و اطراف آن پنهان شده گشته است. وی به چیزی منتظر است، نه می رود، نه جنگ می کند، نه تسلیم می شود. لیکن به خود نزدیک شدن نمی ماند. اما گفت حیدرقل به کار ما خلل کلی می رساند. بایسون دروازه بخارای شرقی است. این دروازه را از دشمن تماما تازه نکرده مسئله بخارای شرقی را حل کرده نمی توانیم. در اینجا گفت یورینف کریم نام یک جوان حربی است. پیشتر با والریان ولادیمیرویچ کار می کرده است و می خواهد که ما یاری دهیم. خودش رفته علاج اسد را کردنی. در دیوی زور گفتماند حیدرقل. چی؟ یگان نقشه دارد مگر؟ پرسید ترسون خواجیف. حاضر خودش را جیغ می زنیم، گفت یورینف و از جا برخاسته بیرون برآمد. این همان بچه‌ای که نامزدی او را اسد زورن برده بود؟ پرسید ترسون خواجیف. بله، گفت حیدرقل. این همان کریم است که عایشه خود را هیچ فراموش کرده نمی تواند. من گمان می کنم که آخر اجل اسد همین کریم می شود. شاید، گفت ترسون خواجیف پپیراس آتش داده. شاید نقشه درستی ساخته باشد. وی کوهستان را می داند. نه، اصلا کوهستانی باشد هم در غژدوان کلان شدگی. در این دم یورینف برگشته عذر خواست که مهمانها را تنها مانده رفته است. از پس وی کریم به خانه درآمد. وی در تن لباسی حربی داشت، سرش لوچ، موهای سیاهی جنگیلش بالا شانه زده شده بودند. در چشمانی سیاهی کلان کلانی وی غمی وزنین سایه‌ای حزن‌انگیز پرتافته بود. لیکن رنگش سالم، در لبانش تبسم گل می کرد. سلام، گفت وی به مهمانها و حربیانه دست به چکه برده ماند. کریم سفرزاده به خدمت تیار است. بیاشین، گفت یورینف. به ما نقشه خودت را گفته کنی اسد مخصوم را چطور به دست آوردن می خواهی؟ اطاعت، گفت کریم و از رو بروی مهمانها به کرسی نشست و گفت. اسد در بایسون در گرد کوه سنگ قلعه اسکرهایش را به 10-12 گروه تقسیم نموده جنگیده گشته است. هیچ کس خودی اسد مخصوم را در هیچ جا ندیده است. یا مردگی نیست شدگی یا که قصداً از نظرها پنهان شده می گردد. آنها هیچ وقت روبرو ایستاده جنگ نمی کنند. همیشه ناخواست به اسکرهای ما هجوم کرده زود گریخته می روند. چطوری که می گویند در آن گرد و اطراف به بین مردم سخت تشویقات و ترغیبات رانده خودش را طرفدار بیچاره ها انقلابچی حقیقی کرده نشان داده است. کم آدم یافت می شود که درکی دسته های اسد را خبر دهد. پس چی باید کرد؟ پرسید حیدرقل. کریم اندکی فکر کرده ایستاد و بعد با تبسم گفت یا بزوری یا بزر. یعنی چی؟ پرسید ترسون خواجیف. یعنی که اگر بزوری نشود با اسد مخصوم صلح کنیم هم می شود. مخصوم خودش را انقلابچی می نامد. انقلابچگی وی برای جاه و منصب بود، گفتماند یورینف. بعد گفت حیدرقل که اسد را نقص می دانست و هیچگاه گردن خم کرده تسلیم نمی شود. مشکلی کار در این که خود اسد را یافته نمی شود، گفت کریم. اگر جای خود اسد را دانیم با قوه کلان تار و مار کردن آسان است. اگر ما در قشلاق‌های اطراف و در بین اسکرهای اسد آدم می داشتیم، گفتمان یورینف. آدم ها هستند البته، گفت ترسون خواجیف، لیکن با آنها رابطه بستن لازم. هیچ نباشد عایشه و مادرش را یافته می گرفتیم،
گفت حیدرقل. من باوری دارم که آنها به ما یاری می دهند. بله راست می گویید، گفت خرسند شده کریم. من هم در همین فکر بودم. نظر به شنیدم اسد مخصوم عایشه و مادرش را با خودش گرفته نگشته در کجای پنهان می دارد. کاری کرده به آنها علاقه بستن لازم و اگر عایشه به ما یاری دهد کار خیلی آسان می شود. بله گفت حیدرقل هم. اگر با عایشه رابطه بندی کار تمام. البته آنگاه به پی اسد افتادن ممکن می شود. لیکن آیا آنها را یافتن و مناسبت کردن ممکن می شود؟ به فکرم این معمای زور. راست است که این معمای زور، گفت ترسون خواجیف. لیکن اگر جداً به این کار مشغول شویم راه حلش را یافتن ممکن است. آنهایی که به اسد همراه شده رفتند نه همه اشان عکس الانقلابچی و دشمنی حاکمیتی شورایی اند، بلکه بسیاری آنها فریب خورده به نیرنگ اسد گرفتار شدند. از بین آنها به خود یاری دهنده یافتن لازم. راست میگویید، گفت یورینیف. کمیته مرکزی RKPB هم توصیه می کند که عفو عمومی اعلان کنیم و نه اینکه فقط با آدمان اسد مخصوم بلکه به همه باسمچیان خطاب نامه پهن کرده دعوت کردن لازم که تسلیم شوند. حکومت آنها را می بخشد، با آنها زمین می دهد، کار می دهد و بگذار با مهنت حلال به دهقانی مشغول شوند. این درست است، گفت ترسون خواجیف. حتی اگر قرباشی ها هم تسلیم شوند آنها را بخشیدن لازم. بعضی تشکیلات های ما به فریب اسد مخصوم در آمده جبار قرباشی و آدمان او را که تسلیم شده بودند روی راست برآورده پراندند و در نتیجه همه را از ما رماندند. حالا برعکس تا ممکن است باسمچیان را تسلیم کناندن لازم. کریم جان، ما کاری کنیم که هر چیز زودتر به فتنه اسد خاتمه دهیم. وی به گمانم یاری کلانی را منتظر شده عسکرهایش را با وعده نگاه داشته ایستاده است. درست است، گفت کریم. خوش، نقشه تو چیست؟ پرسید یورینیف. نقشه من همین که، گفت کریم، حکومت بخارا به اختیار من یک دسته کلانی عسکرانی جوانی نو دعوت شده را می دهد. من و کماندیر ما پلکونیک سلاویوف با آن دسته چندگاه مشغول می شویم. بعد به گزیته ها خبر می نویسیم که فلانی با دسته مخصوص به جنگ به مقابل اسد می رود گفته باز دهانکی هم آوازه پهن می کنیم تا که به همان گرد و اطراف رفتن من به اسد و آدمان او معلوم شود. پس من باوری دارم که عایشه آرام نمی ایستد. البته به من خبری می رساند. من هم در پی جستجوی وی می شوم. دلم گواهی می دهد که ما به مقصد می رسیم. مایلش گفته ای تو شود، گفت ترسون خواجیف. خودی پگاه به نزد من بیا. باز همه میده چویده های کار را ملاحظه کرده می براییم. من بر رفیق فیض الله خواجیف می گویم آن کس چون سرداری حکومتی بخارا و ناظر حربیت تو را قبول کرده نقشه ات را دیده می براید. چی گفتی کریم؟ شوخی آمیز پرسید یورینیف. من خرسند و ممنون، گفت کریم. اگر یاری و رخصت شود هرچی که از دستم می آید دریغ نمی دارم. آفرین، گفت حیدرقل. در اینجا نقص تیاری دیده به سفر برایی به مقصد می رسید. من هم هرچی از دستم آید به تو یاری می رسانم. اگر امکان شود همراهت به بایسون می روم. این کاری خوب می شد، گفت یورینیف. کاش که شما هم همراه رفته راهبری می کردید. می بینیم، گفت ترسون خواجیف. اگر امکان شود، اگر یگان کاری مهمتری دیگر نبراید، میلش رفیق حیدرقل را هم با تو می فرستانیم. هرچند که به سن و سال این کس این خیل سفرخواه موافق نمی آید، لیکن ما به دل جوانشان
باوری داریم. بی شبهه، گفتماند حیدرقل. نباشد به من رخصت؟ پرسید کریم. رفته می توانی، گفت یورینیف، لیکن پگاه اولی روز به نزد رفیق خواجیف حاضر شو که این کس دیگر کارها هم دارند. کریم از خانه برآمد. مهمانها باز یک نیم ساعتی دیگر در نزد یورینیف نشسته بعض یک مسئله های مهمی دولتی را محاکمه کردند و بعد آنها هم از جا برخاستند. در دم دروازه خانه سفارتخانه فایتون کلان با 2 اسب سیاه امریکایی و همان فایتونچی کلوتریش ایستاده بود. ترسون خواجیف و حیدرقل به جای خود نشستند. فایتون به حرکت آمد. یورینیف یکی از دیپلمات‌های زور و مشهوری روسیه است، گفت ترسون خواجیف. معلوم که لینین به وی باوری کلان دارد. نخواد که بخارای ما همین قدر به دیپلمات‌های زور احتیاج دارد، پرسید حیدرقل. اگر درست‌تر دقت کنید، بخارا و خیوه در مقیاس سیاست دنیا اهمیتی کلان دارند. انگلیس ها و دیگر دولت های غرب و شرق که به دولت شورایی روسیه دندان تیز کرده اند، از عکس الحرکت و عکس الانقلابیون بخارا و خیوه استفاده می برند. به واسطه ایران، افغانستان و قسماً ترکیه سرزمین بخارا را میدان تاخت و تاز مقصدهای خونین خود کردنی هستند. بنابراین روسیه بهترین آدمان و سیاستمداران خود را به اینجا می فرستد. یک اندک خطای ما باعث بدبختی های بسیار شدنش ممکن. درست است، گفتماند حیدرقل. ها شادی، گفت ترسون خواجیف به فایتونچی مراجعت کرده. باز چرا از راه کلان گشتی؟ هنوز راه درست نشده است؟ در همین بین راهی سنگ فرش ویران شدگی. ندانم که درست می کنند، گفت وی. ضرر ندارد، چرخ زده می رویم. ترسون خواجیف دیگر گپ نزد. فایتون از قریبی بینای وکزل بخارا گذشته باز به همان راهی پرچنگ در آمد و از بین دکانها و استخوانه عرابه‌سازی که گویا بسته شده بود رهسپار گشت. در همین دم از تریزه نیمکشادی بالاخانه استخوانه عرابه‌سازی 2 تیر به سوی فایتون پرانده شد. از بس که حیدرقل در همان سو نشسته بود، زود خود را به تن ترسون خواجیف سپر کرد. از صدای ملتق اسب‌های مست به شور آمده تاختند و تیر سیوم آمده به پهلوی حیدرقل زد و او فقط اوه گفت و جای تیر رسیده را محکم داشت و به درون فایتون افتاد. تا به این دم فایتون به درون دروازه شهر در آمده بود. دروازه‌بان‌ها، عسکرها آواز تیر را شنیده دویده برآمدند. فایتونچی می‌خواست با تمام قوتش لجام اسب‌ها را کشیده باز دارد، لیکن زورش نمی‌رسید. اسب‌های زور فایتون را تا به قریبی اداره گرفته تاختند و خیریت که از روبرو عرابه فایتون نبرآمد و فقط در خمگشتی کوچکی اسب‌ها به همان طرف میل کردند. فایتونچی داشت. در این مدت ترسون خواجیف حیدرقل را برداشته به جایش شیناند و به رنگ کنده او نگاه کرد. حیدرقل عمک، می گفت وی، شما چیکار کردید؟ به کجایتان تیر رسید؟ ای واه خون! حیدرقل چشم کشاد و گویا تبسم کرد. خیریت شما سلامت ماندید. من هیچ گپ نی، اندک. در این دم چشم ترسون خواجیف به فایتونچی شادی افتاد که اسب‌ها را داشته با رنگ پریده و ترس و لرز به سوی اون نگاه می کرد. چی استادی؟ هی کن به تی دروازه اداره. فایتونچی پیاده فایتون را هی کرده
به طی دروازه اداره کمیته مرکزی گرفته بود. آخری روز بود. خدمتچیان اداره کارشان را تمام کرده می برآمدند. قسم نهم. حبیبالدین همیشه قواقش آویزان، همیشه عصبی می نمود. در اداره هیچ کس یگان بار تبسم کردن او را ندیده بود. می گفتند که وی گویا از پشت کاتب سابق کمیته مرکزی نجیب حسینف کلانیگری می کرده است و با توصیه او به کاری چیکه آمده است. امروز در اداره کار خود را کرده زود برآمده رفته بود. وقتی که رئیس او را سراغ کرد به زودی او را نیافتند. نهایت بیگاهی خودش در آمد و کمندن گفت که رئیس به وی منتظر است. حبیبالدین در حال فهمید که گپ در کجاست، ولی از بس که در این باب پیشتر فکرهای کرده مانده بود، باوری قطعی داشت که به دامن وی گرد پرتافته نمی توانند. بنابراین با قدمهای قطعی به قبولگاه رئیس رفته در آمدن همان 2 نفر از 2 طرف به سوی وی تپانچه ها را راست کردند و عصا که در رو بروی او می ایستاد گفت: دستانتان را بالا کنید حبیبالدین. خودش چی گپ؟ با قهر و غضب دوغ زد وی: هیچ گپ نی. این وقتها به نزد رئیس در آمدند به همین طریقه می شود. کنی زودتر تپانچه اش را گیرید، درست سنجید که دیگر یراقی نداشته باشد. اکنون شما آزاد. مرحمت به نزد رئیس. بیزبرازی گفت حبیبالدین و به طرف کابینت روان شده از خیالش گذرانید. دیگر هیچ شبهه نماند که سیر فاش شدگی. معلوم که بقاجان نمرده است و سحر به نزد او در آمدن حبیبالدین را عصا و رئیس دانستند. اما عصا با چه حق و حقوق بقاجان را مانده رفته است؟ اگر مقصدی نمی داشت چرا کار را تمام نکرده همین طور بندی مهم را تنها ماند؟ چرا که خودی عصا به نسیم جان قصد دارد. بلی، خودی عصا را متهم کردن لازم. در کابینت رئیس در سر استال مخصوص کاتب کاغذ و قلم را تیار کرده نشسته بود. حبیبالدین دانست که این صحبت مقرری نبوده استنطاق است. رنگش سهل کند و دست و پایش لرزیده، ولی در حال خود را به دست گرفت و بروی رئیس با قهر نگاه کرد. رفیق امینف، این چی بی عدالتی؟ من به کمیته مرکزی RKPB شکایت می کنم. به تاشکند عرض می کنم. من کمونیست، من چیکیست. بس گفت امینف هم با قهر. کی بودنتان را می دانیم. هو از آنجا شنید. به شما ترتیب کار ما معلوم. بنابراین گپ را کشال نداده از خود کار سر می کنیم. سحر برای چی به نزد بقاجانی بندی در آمدید؟ من نوبتدار بودم. من حق نداشتم که از بندی خوفناک خبر نگیرم و این وظیفه من بود. این را به شما یگان کس سپرد؟ عصا التماس کرد؟ نه، من خودم. با چی مقصد به بقاجان زهر دادید؟ با سپارش کی؟ چرا من زهر داده باشم؟ چرا خود عصا باعث این کار نشده باشد؟ چرا بندی خوفناک را گذاشته کارش را تمام نکرده برآمده رفت؟ گپ‌های بی‌معنی و بی‌منطق را مانده استید. می دانید که بی درک و بی اثبات ما حبیبالدین بر این خدمتچی در کاری را به کرسی عیبداری نمی شنانیم. ما می دانیم که از کدام عطار زهر خریدید، چند مسقال
در کدام کاغذ؟ شما ساده بودید. مگر زهر عطار کارگر می شود و شما را فریب داده است؟ من هیچ یک عطار را نمی دانم. ما می دانیم که شما به کیها خدمت می کنید. من به خلق خدمت می کنم. دروغ می گویی بی حیا، گفت در غضب شده امینف. به نظام الدین افندی کشته شدنی به قاجان چی لازم بود؟ من چی دانم؟ من به تو مصلحت همین که مردانه اقرار شو، با همین گناهت را سبکتر می کنی. گروه عکس الانقلابی شما به ما کشف شد. دیگر پنهان کرده نمی توانی. حبیبالدین گپ نزد و سر فرود آورد. شنیده شدن نام نظام الدین هوش او را برده بود. معلوم که اینها چیزهای بسیاری را می دانند. نباشد ناظر داخلیه نظام الدین را نام نمی برد. اما خود نظام الدین در کجا باشد؟ نخواد که او را هم حبس کرده باشند. ناخواست تلفن زنگ زد. امینف گوشک آن را برداشت. چی؟ گفت وی با آوازی بلند. در کجا؟ حیدرقول؟ من حاضر می روم. وی زنگ زد. از بیرون کاتب در آمد. عصا را جیغ زنید و محبوس را برید. من محبوس؟ پرسید حبیبالدین. بله، گفت امینف. موافق قانون انقلابی به حبس گرفته می شوی و با همه دسته عکس الانقلابی به تریبونال داده می شوی. این ناحق کاری، این بس است، فریاد کرد امینف. افسوس که پیشتر ندانسته بودم در آستین خود مار می پروریدم. رزیلان. از بیرون عصا و کاتب در آمدند. عصا به حبیبالدین اشاره کرد که بیرون براید. وی مطیعانه از جا برخاسته بیرون رفت. از پس او کاتب برآمد. به ترسون خواجه‌اف سوی قصد شده است، گفت امینف به عصا نگاه کرده. من گمان می کنم که همه این حادثه ها یک مرکز دارد. حاضر رفتن لازم. در کجا؟ چخیل؟ با حیرت پرسید عصا. در پیش دروازه قباله از بالاخانه استاخانه عرابه‌سازی 3 تیر خالی شده است. 1 تیر به پهلوی حیدرقول رسیده است. ای وای، گفت عصا، گویا تیر به تن او رسیده باشد. پس احوال حیدرقول چخیل باشد؟ نمیدانم. او را به کسلخانه بردند. کنی رفتیم؟ درباره نظام الدین چه میگویید؟ بعد، گفت امینف و به سوی در روان شد. دیر نشود، گفته می ترسم، گفت عصا. نظام الدین باید به ما چیزی بسیاری را گوید. گشته آمده فکر می کنیم از کمیته مرکزی و شورای ناظران رخصت گرفتن لازم. ما هنوز اساسی مستحکم نداریم. عصا گپ نزد. هر دو از خانه برآمدند. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 13-ро аз рӯи рамани тахтивожгуни нависандаи халқии тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.